به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها با اصلاح نت شماره 363 آن را امروز تقدیم می نماییم. امیدوارم در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی می نمایید. این بار از نورآباد، دوشنبه، کولاب و ناحیه 5 نوشته های مردم و نامه های آن در این برنامه جای داده شده است. مؤلف نامه از نورآباد می گوید که رئیس ناحیه به اعمال کارمندان مؤسسه های دولتی، بیمارستان و جماعت و دیگر جاها نظارت نمی کند. بزها زیاد شدند، پرخوری افزوده است. بله، از دوشنبه درباره فرودگاه پایتخت و بدرفتاری ملیسه های آن شکایت شده است. مؤلف میگوید که با آمدن زین الله صاحبوف برای ریاست فرودگاه 1 سال سپری شد، اما وضعیت فرودگاه بدتر شد و بهتر نه. پدر یک کارمندی پروکراتور نقلیات از شهر کولاب نامه نوشته درباره جنرال مظفر یوسفی، پروکرور نقلیات تاجیکستان. نویسنده نامه 5 از پاره‌گیری در زاکس، اداره جماعت و نیز درباره سکوت مقامات در برابر این همه قانون شکنی ها اظهار نگرانی کرده است. مؤلف میگوید که رئیس زاکس وقتی اسنادت درست و کامل است 400 سامانی میگیرد، ولی اگر ناکامل است و خطای دارد نرخ کمش 1000 و وابسته از پرابلم دکومنت هایت تا 5000 سامانی بالا می رود. بله بیننده گرامی، این محتواها را در برنامه امروز خواهید دقیق تر فهمید. نامه اول ما از نورآباد. ماشاءالله بچه‌های نورآباد در هر برنامه هستند. وقتی که همیشه می نویسند، یعنی در هر برنامه نامه هاشون جای می گیرد. اگر یعنی که پای در پای هم نباشد، یعنی یک تپس در مورد نورآباد یک نامه می رود بهترین. السلام علیکم برادر عزیز محمد اقبالی صدرالدین. من این معلومات ها را از دهه تگرمی ناحیه نورآباد میفرستم. معلومات درباره رئیس جماعت اشانوف تویچی، رئیس محله دهه تگرمی بهروز بوزی محله، برادران رئیس ناحیه نورآباد صالح و فروخ بوزیچه و صالح و قمر، دولت و مهرخسار و صدرالدین و بهرالدین اشانوف تویچی. این رئیس جماعت از تگرمی است، اما با مردم این دهه تماما مراسا نمی کند. در مسجد مجلس تشکیل کرده، برای ابله و گفته 4 نفر را نامش را گرفت. یکی از اینها جیانش بود که به خدمت نرفت، ولی دیگرانش رفتند. پدرش از سال 90 این جانب برق را استفاده میبرد، ولی پول برق را اصلا نمیدهد. نیمی زمین تگرمی را گرفتگی زندگی دارد. تویچی باشه با امنیت دیگر شخصان را بازی میکند، اما از خودش بیخبر. امنیت هر کجا یک شخص کم بغل است همان را میکوبد. این رئیس جماعت کدام تگرمی پیشش رود، برای یگان کار، مثلا برای سپرافکا، همراهش گپ نمیزند، پسند نمیکند. یک شخص به ما نقل کرد که زمستان پیشش رفتم برای اجازت توی برادرم 1000 سامانی برای اجازت توی برادرم گرفت از من. یک شخص دیگر میخواست گرد زمینش را زبار گیرد، او را به اداره جماعت برده 200,000 روبل روسیه‌اش را گرفته، بعد اجازتش داده است. آخر برای چی؟ باور کنید که این کارمندان جماعت مثل یک گدا شدگی‌اند. اشانوف تویچی دانسته باش که این وظیفه ابدی نیست، این حکومت هم ابدی نیست. با مردم معامله خوب کن، پگاه این امنیت می رود. بعد مردم چی میگویند؟ این تویچی خبرکشی همون سیاوش و حیدری امنیتی پیشینه است. بله، رئیس نورآباد باشد همه کار رو کنار زده و از دنبال کارتوشکا کوری است. از کجا میداند در این اداره ها چی گپ است؟ در حالی که به گفته وای هم مردم خودش کارتوشکاش میکارد. رئیس محله تگرمی بهروزی بوزیچه است. از دست این بوزی محله دیگر این دهه هیچ کس از خانه بیرون نمیبروید. کسی را در خط کوچه بیند، رفتیم کارتوشکاش نونی گفته سری راهش را میگیرد. کسی که به این شخص سوز گپ نزند پگاه امنیت فریادش میکند. در مکتب ساعت درسی در جماعت یک شتات کاری دارد، اما در مکتب درس نمیدهد. طلبه ها همین خیلی سال خوانش را تمام کردند و هر روز با رئیسه در کارتوشکا کوری است، با دیرکتوری مکتب. این دیرکتوری بیچاره از ترس رئیس ناحیه نورآباد صالح‌زاده فتح‌الدین برای کارتوشکا کوری از بانک 22,000 سامانی کردیت میگیرد. رئیس زنگش میزند، میگه 100 لیتر سالرکا میگیری برای من. در این مکتب برادران رئیس ناحیه از دیرکتور کلونند. چی خیلی فورشون همون خیلی عمل رفتار میکنند. هر روز طلبه ها را میبرند کارتوشکا شنونی. امنیت دنی میگیرد که
قمر دختر رئیس ناحیه نوروباد طلبه ها را به سر فرمای مکتبی درختکنی میبرد و کارتوشک شینونی. این از کیسه خودشان. در مکتب حتی 1 درهم استفاده نمیبرند، ولی در مکتب پرزنیک شود همه چیزای آورده طلبه ها را به خانهشون گرفته میبرند. تلبنده آوری به همراه رئیس ناحیه نوروباد و پدر و مادر ششته یک جای میخورند. زهر بخوری، مگر این حلال است براتون؟ صالح و فروخ بزیچه در مکتب در وقتی در بالای استولش همه اینوشون نعمت ماندگی تلفن در دستی همه مردم محله را در امنیت و در ذاکر ابله میدهد. در وقت ابله با همراهی ذاکر در ماشین میگردد و همه بچه ها را میفروشد. دختر خودش را باشد نه هیچ چیش نمیگه. صالح و بهروز اگر وظیفه را بس نکنی چیزای می نوشتگی در بارات خیلی بسیاره. فروخ دختر رئیس ناحیه تو هم هوشیار باش. دولت و مهرخسار با کلیشکای پنده در مکتب معلمه است. این کدام محله کدام وقتی که خواهد همان وقت به درس می رود. از یگان کس نمی ترسد. در جوش بچهش صنف 5 میخونه، صنف 1 درس میتیه بچهش. انا گفتی گاپو مهرخسار برحمش. صدرالدین و بحرالدین این شخص آدمی دست راستی رئیس ناحیه نوروباد، هر روز دنی مکتب میبره میرسانش. اما رئیس از برادران خودش بخبره. ما برای فرزندانمون رو درس خواندن سر لباس میخریم، برای کارتوشک شینونی نه آخر، یا برای زمین جفت کنی نه آخر. چوره اینو را کی میدیده باشد؟ خوب دیگر شما نویسید، ان شاء الله حتما چوره اینو را میبینید، شما زیق نشه. نامه دیگر از دوشنبه. السلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین، امیدوارم که خوب و خوش باشید و صدای در گلوهای زندان مردمی تاجیک را به گوش جهانیان میرسانید ان شاء الله. من نمیدانم که چرا رحمان و مقامات وی اینقدر با ریش دشمنی میورزند و از مردم ریشدار در ترس و هراسند و ریشدار را بینند مثل که باور کنید حیز میدیده باشند. تا آنجا که از عکس و صورتهایش میبینیم پدر رحمانوف شریف 10 مرده ریش داشت و حالا که به نام ابوعلی ابن سینا جایزه بین المللی تأسیس داده است، این دانشمند بزرگ هم ریش داشت. نصرت الله مخزوم اولین رئیس جمهوری حکومت تاجیکستان و اولین قهرمان تاجیکستان هم ریش داشت. دوملو صدرالدین عینی پایه‌گذار ادبیات نوین تاجیکستان هم ریش داشت. پیشوای این کمونیستی سرخ مارکس انگلیسی لنین هم ریش داشتند. حتی سنگک هم که رحمان فسر قدرت آورد آخر ریش داشت. دیروز در بازارهای شهر دوشنبه میلیسه ها رید زید ریش گذراندند. میگویی که یگان جنایتکار را پیدا کرده باشند و مردم جوانهای ریشدار هجوم کرده ایستادند. آخر کاری تو چی که من ریش میمونم یا نمیمونم؟ ریش من در سر و گردن عزیزمه و دخترانی بوزبلا و کلینه و نبیره های غفصه که تو نمیخلد نمیغوتد که آخر تو چیکار داری بر ریش ما؟ در پیش دکانچه من 4 نفر از مردان سمرقندی ایستاده شیمی جینس خریدنی بودند. یکی از آنها در سر تاقی چستی و در منهش ریش داشت. این میلیسا ها آمدند و با وی در افتادند که چرا ریش مونده؟ حاضر عدل میبریمد و کشتاش گرفتند. وی اول با ملایمتی فهماند که من مهمانم از سمرقند آمدگی، تماشای دوشنبه و عیادت نزدیکانش. اما این میلیسه ها نه عدل میره جریمت میکنیم گفته مجبور کرده ایستادند. این وقت بود که صدای این مهمان بلند شد. در همین حالت کماندیرشون از کجای آمد و اصل قضیه را فهمید و میلیسه ها را جنگ کرد و از اون مهمون سمرقندی عذرخواهی کرد. برادر محمد اقبال این میلیسه های دوشنبه هر حالت را سبب و بهانه پیش آورده مردم را گول و گرنگ یافته پول کنده ایستادند. اینها میلیسه نیستند، باور کنید، اینها جوگی های پگان دارند. حاضر در صحنه فرودگاه دوشنبه وضعیت مردم را از بازارها هم بدتر کرده ایستادند. این زایچیک، همین زینالله صاحب یا زینالله شریف زاده که 1 سال می شود در جای اسمت دولیک رئیس ایرپورت شدگی، شماره میلیسه ها را در ایرپورت زیاد کردگی. اکنون که اینها را زیاد کرده است برای خود جای درآمد ساخته ایستاده است. مسافران که عمدتاً مهاجران کاری اند و از دیگر نواحی آمده به روسیه پرواز میکنند، آنها را سخت غم داده ایستادند در پیش ایرپورت. میدونید چه خیلی غم میتیند وقتی میبینند که کم تا سومکت کلانه میپرسند که چی داره سومکت، اگر گپ زده را تونستی قرط میکنند. این کار را آنها از تماشنی بیرون میکنند. مسافرها از نقطه گمرکی از تالار بیرون با صحنه فرودگاه میبرند، انجام میدهند این کارا. در گمرک به پرابلم میبروی ولی با چنگ آنها میافتی. مقصدشون
پول کندن های دیگر هیچی. از در ایرپورت میبروید 10 قدم این سوتر میآیند و سومکارت رو میپرسند، بهانه میکنن که یگون چیزی خطرناک داری میبریم میکویم. آدم ها مجبورن 100 150 سومونی نزشت و با هم ملسو برای اینکه سومکاش نکوان میتین. فرودگاه 10 20 قدم دورتر سیگارت کشیت رو بینن میآیند و در آنجا ممکن نیست گفته جریمه گفته باز پول میکنن. یک نفر نوز کشید، حالا نوز در دهانش بود، باور کنید که آمدند و ممکن نیست گفتند و 100 سومونیش گرفتند. اما در خود همونجا روسا سیگارت کشیده ایستادن، چیزی نمیگن. بیچاره مردک نوز کشیدگی قریب نوز شمه خورد. ما تاجیکا را ملیسه های خودمون که بعد این قدر اذیت و آزار که در روسیه کشیدیم و با وطن آمدیم غم میتیند در وطن خودمون. من خودم دیدم که روس ها رو که سیگارت کشیدن چیزی نگفتند برای روس ها. مبادا اگر همراهشون بس کردی تمام، پیشوا این طور کرد، پیشوا اون طور کرد. آخی ما با پیشوا چیکار داریم؟ این قدر آبادی ناشکری میکنید. آخی سبحان الله، چی بگیم دیگه؟ آخر بنا سیگارت یا سومکای من کاری پیشوا چیه؟ باز تهدید میکنه که با کارگر ارگان دغل گپ زدی، حاضر میبریم عدل 15 سوتکه ارستت میکنیم. این زین الله یا زایچیک چرا این همه کارا رو نمیبینه؟ خوب دیگر الله اینا را هدایت کنه، ولی اینا واقعا لایق هدایت نیستن. واقعا اینها یک قوم یعجوج و معجوجن. الله تو اینها را از سر این ملت دور نکنه، این ملت به همین عذاب و به همین مصیبت باقی خواهد ماند. خب دیگه چی بگیم نمیدونیم. نام از کلاب. السلام علیکم برادر محمد اقبال، از کلاب باستان می نویسم. این تیرهای اسکندری خودت مظفر یوسفی پروکورور نقلیات را عاقبت دریافت کرد. پسرم در پروکوراتور نقلیات کار میکند. بعضی از زیردستان مظفر یوسفی کنکرت نه شکرانه میکنند که این حرام روی اساسیش نشان دادستند. یک نفر آنها را که خوب میشناسم چند روز پیش خانه آمده بود، گفت که پاتی حرامی در حقیقت ای وکالت های منصبش خیلی شد برآمدگی ای. کسی سومدار نامش در پروکوراتور گنرالی یا نقلیات توری میکنه و دستورینش میته میخره میگرده، نه گایی معنیش میکنه و نه هیچ کس. نه کی چاپلوسکای خدمتی مظفر یوسفی در یعنی که وهم زدگی هست که این نوبت تمام، چون که جناب مسئله سویت از سخت گرفتگی وقتی فهمید که مظفر سویت دزدی عمر علیمت فکری شود میکنه در پشتش چوب میزنه. خوب دیگر در یگون نمود خیل یعنی که شک نکنه حتما یعنی که قضیه عمر علیمت بازم در برنامه های آینده حتما ما دیده ایستاده. میبینید که باز چگونه جنایت های عمر علیمت قطعی یعنی که مظفر یوسفی نشر میشود. خیلی در ما یک یعنی که بگم اگر 80 ورق رسیدگی در مورد مظفر یوسفی یعنی که اشتباه نمیکنه، ولی ما در برنامه‌های گوناگون کم دادنش میگیریم. ای علیمت فقط برنامه‌های مخصوص میکنیم تو اینکه بفهمن که چی گپ است و چی وضعیت است. ولی مظفر یوسفی فکرش دیگر است. درباره پروکورور گنرالی چین کردگی است. در چند جا گفت است که یا توپوی ای واحد زاده را کی مونده در وظیفه یا توپوی دیگر توپویا میگیرن میمونند. خاک رحمان فهم توپوی بوده به نظر مظفر یوسفی و یعنی که حبیب الله واحد زاده توپوی بوده است. انا حبیب الله فهمیدی چه توپویت میگن. تا آنجا که بعضی منبع ها میگویند آن حجم نارکوت که حاضرها مظفر یوسفی زده ایستاده است ظاهری منطقه آن خبر نمیزنند، ولی بنابر خبرهای دیگری رسیده مظفر یوسفی در این آخرها سخت نگران است، چون که حس کرده است که باید گیرنشه قورشه کنند، ولی در تپ و ترپ ان شاء الله که در اصلاح که غلطی دی حتما میگیرن نزدیک نشه. در کجای مشت است مظفر یوسفی فقط زن پرزیدنت همین وقت است که این پاتی التر نمرد به بر وقتی جانون خلاص شود. این مظفر یوسفی تیمری شاگردش را که در ایرپورت نماینده پروکوراتور نقلیات است دستور داده است که فقط کونی زین الله را کو کمبودی های جدیش پیدا کنه. مظفر یوسفی در تمامی کارها نول میزند. حاضر شریعت شاگردان پیشترش در قدم آیدی شهباز و آزاده معلومات جمع آوری کرده ایستاده است. شهباز حالا هم میرود پیش آزاده یا نه. آزاده حاضر کتی کیای آدمای نوش کیهایند بچهای قدیش میگردند. خلاص مظفر یوسفی بعد نشر مقاله درباره برقدوزی علیمتوف خیلی سخت ترسیدگیه که وضعیت بزیر میشه و بعد کمپرما جمع کنه. خیلی جمع که مظفر یوسفی روانشون که اگر رستم کردن یعنی خون روشن کردن مقصد. خوب دیگر نامه دیگر از 5. السلام علیکم شریع الله، امیدوارم که همه اهل بیت صحت و سلامت هستید. سلامت باشید برادر گرامی. از ناحیه 5 می نویسم. اول درباره اداره زکس سبب اسناد حالت‌های شهروندی. این اداره زکس در ناحیه 5 هر روز از مشتری‌ها از لوبوی کش باور کنید غیر قانونی از 300 تا 400 سومانی پول میگیرد. ما میگوییم شرایط و امکانیت پرداخت این قدر پول نداریم، اما وای میگه نداره براو
پول یافتی بعد درو پیش من открыто روی روشات پول میگیرد. باور کن نمیترسد تماما. کارمند اداره زاکس ناحیه 5 اژدها گشتگیان. اصلا رئیس اداره زاکس ناحیه 5 که نامش گلرخسار است. بگذار یگان مقامات سر راه این را گیرند. باور کنید یک خیلیش گریان میشود از روی بپلی نمیدونه دیگه چیکار کنه. دکومنت را اسپیشال نه خطا پر میکنن برای آنکه باز بروی با پیشش بیای. این خانم میگه که من لوبای تشه زدگی ما زندگی دارم، من این وظیفه را با سومی کم تم خریدگی نیستم. برا لوبای جو جلب کن فایدت نمینه. انا رئیس زهر گلرخسارا برحمش. باور کنید اینو چه خیلی میمرده باشن. سبحان الله. این رئیس اداره زهر گلرخسار ثبت اسناد حالتهای شهروندی خودش پول را میگیرد از 300 تا 400 سومون. این هم در حالتی که حجتت 100% یعنی درست باشه. ترینه که حجتت یگان غلط داشته باشه. ولی اگر کمبود داشته باشد از 1000 و 5000 گپ میزند. با خدا این زن نو این در حقیقت یک اژدها شدگی نفسش به حد بده. در وینکمت ناحیه ای 5 هر روز مجلس می شود. مجلس برای پولگیری از شهروندان. رئیس ناحیه 5 اکمل، رئیس جماعت، سردار میلیسیا و اینکمت ناحیه کدام فرزندش در روسیه باشد از 3 تا 6 هزار سومانی میگیرند. یک علاج کرده باز میترسونند. میگویند که زنگ بزن بیا که 5 یا 6 هزار بتی. اگر نیاید اگر نبری تمام بر سرت میرسه و امنیت رای میکنند و مجبور عریضه میگیرند که بچم در سزون دیگه میآید و خدمت میرود. البته اول اون 5000 سومانی را باید بگیرند و بعد همتری عریضه مینویسی. کدام فرزندش استودنت باشد فریب و نیرنگ میکنند که زمین و پول میدهیم پسرت رو خدمت روی کن. لیکن پول و زمین رو در خواب شبت هم نمیبینی. فریبت میکنند. برای چی اینها رو یگان کس یگان مقامات نمیبیند؟ خلق باور کنید از ظلم شما بیزار شدگی است. این چی احوال باشد آخر؟ این هر روز تکرار شده ایستاده است. رئیس جماعت 5 جاوید بچه جامی دزد میباشد. این جامی پروداکت های مکتب رو دزدیده بود. پروداکت های صنفای از 1 تا 3 را این رو قپیدند. باز پول داده برآمد. پسرش جاوید رئیس جماعت 5 این سال همه زمین های کوریدگی را جفت کرد. سری زمین می رود. مرا رئیس ناحیه فرمان دادگی میگه اگر یگان معرکه داشته باشی فورد نفورد 500 سومانی رئیس جماعت آزادگان میگیره. بزار این خیلی رئیسا شدگیم نخواد یگان مقامات کارهای اینها را نبیند. باز عرق فروشی در ناحیه 5 اوج گرفتگی. یکی از آنها عرقهای فالشیو میفروشد. خودش در اسکلاد مغازینش تیار میکند. ساماپال اتیکتکه های عرقهای نغز گرفته در عرقهای فالشیو کله میکند میفروشد. مقامات این را میدونند لیکن گپ نمیزنند. بگذار از قرغانتیپای از دوشنبه یگان کس بیاد این را پرورکه کند. آخر این چی روزی سیاه آمده از در 5 از عرقهای ساماپال فالشیوی مردم چند تاش مردند. در 5 همه خپای بود. چند نفر الکلیک شدند. این عرق را میخورند چیکار کردنشون رو دیگر نمیدونند. در خانه هایشون جنگ و جنجال سر میشود و زنهاشون جدا شده ایستادند. نام این عرق فروش بلاجان پیش سویتافور 5 میباشد. این بلاجان مردم رایونی 5 را الکلیک کرده با عرقهای فالشیوی. در روزهای عید رمضان و عید قربان عرق میفروشد. 30 سال شد عرقهای بلاجان چند کسا کشت چند کسا به خانه کردند. التماس سر راه این خیل آدم ها را گیرند. آخر همه بچه ها عرق فالشیو خوردگی بس کردن نمیتونند. در درون عرق چیزی میاندازد که علاجی بس کردن میگن بچه ها خوردگی نداریم دیگر. خب نخری میبری نخری عرق خو. یکم دیوم رومکا رو عرق تازه میریزد دیگر همه عرق فالشیو میریزد. این بلاجان افتش به مانند جوگیش دیگه. لیکن در ناحیه 5 یگان مقامات این رو نمیقبلند. مقامات ناحیه 5 دولیا میگیرند. برای همین پرورکش نمیکنند. بلاجان سرخوش دیگه باور کنید. التماس مقامات های قرغانتیپه و دوشنبه آماده اداره زاکس و اینکمت و عرق های پیش سویتافور پیش راهشون رو گیرید. یا شما میخواهید که مردم 5 بکشه. رئیس اکولوژی 5 با بهانه آماده جریمه میکند. اگر حوالی پیش خانه تا پریاد کن میگه مثلا شاخی بسیمی برق نزدیک درخت و یا بیرون کوچه بر آمده را زنی و بری آماده اشترافت میکنه که چرا این کار کردی. میگوید که این درخت را به اجازت بریدی علاج نداری میروی فلان سامانی اشتراف میسپاری. ولی وقت نصفش رو نقد به دستش دادی فکر جریمه از بین میرود. درختی پیر شدگی را درختی قاق خشکم ببری بزای ناحیه 5 همین خیلی بسیار شدگیند که زود خبر میتیند. ما آنها رو میشناسیم. البته نه همه‌شان را لیکن اگر گپ زنیم تیز رفته به میلیسیا خبر میدهند و میلیسیا برده از 5 تا 10,000 سومانیت رو میگیرند. میگویند که خودتان هم با ما همکاری کنید مثل فلانی ها در دالیه شریکتون میکنیم. استاد عزیز در آخر گفتنی هم که شما را الله حفظ کند. ان شاء الله باز خبرهای تازه را از 5 انتظار باشید. سلامت باشید برادران 5
حتما ما منتظریم. همه آنچه که میتواند ارسال کرده حتما ارسال نماید. ما ان شاء الله در خدمت شما هستیم تا آنجایی که امکانی این عمل را انجام دادن را داریم. ولی بیننده گرامی، در نوشتن نامه و معلومات هایی که از شهر و ناحیه های خود دارید به اصلاح نویسید. اصلاح در خدمت شما و برای شما تأسیس داده شده است. با امید پیروزی با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.